درود، درود و صد درود خدمت همه همراهان عزیز، همراهان همیشگی که در کنار ما هستن. جمعه عصر به وقت لندن، ظهر به وقت تورنتو در خدمتتون هستیم با یه لایو گروهی دیگه با همکارای عزیزم فرناز جون، علی جون، پریناز جون و نینا جون. امیدوارم که هفته خوب و عالی رو پشت سر گذاشته باشید. نمیخوایم لایومون رو طولانی کنیم، با یه معرفی خیلی کوتاه از خودمون شروع میکنیم و امروز قراره که بهتون ثابت کنیم این بیزینس یه بیزینس قانونیه، پس با ما همراه باشید. آسیه هستم از لندن، همونطور که اسمم اونجا میگه. فرناز جون شما بفرمایید. منم که فرناز هستم از تورنتو. خیلی خوش آمدید. علی جان بفرمایید. علی هستم، ساکن کشور انگلیس. پریناز هستم، ساکن آلمان. نینا هستم، ساکن مونتریال. خیلی هم عالی. خب بریم داشته باشیم. فکر کنم علی جان شما اگر زحمت بکشید اول در مورد اینکه این کمپانی اصلا جریانش و قدمتش و آنلاین و آفلاینش یه توضیح برای عزیزانی که با ما همراه هستن بدید ممنون میشیم. درود خدمت همه عزیزان. این بیزنسی که ما داریم انجام میدیم یک بیزنس کاملا قانونیه و کمپانی که ما داریم باهاش کار میکنیم کاملا کمپانی قانونی هست، به دلیل اینکه ما داریم با یک کمپانی کار میکنیم، همکار یک کمپانی هستیم که 50 سال قدمت داره و 42 شعبه در 28 کشور دنیا داره. اگر که عزیزان مایل باشن بخوان اطلاعاتی در مورد شعبات داشته باشن، میتونن به نزدیکترین شعبه محل سکونتشون مراجعه کنن، آدرس اون رو حالا از کوچ و منتور مرتبطشون دریافت کنن و حتی حضوری اونجا حضور پیدا کنن و تمام آفیس رو ببینن، اطلاعات بگیرن، حتی با خودشون صحبت کنن. یکی دیگه از دلایلی که نشون میده این بیزنس و کمپانی که ما داریم باش کار میکنیم قانونیه اینه که کمپانی ما داره یک سری کالاهایی رو پروموت میکنه، میفروشه که این کالاها به سلامتی ماها کمک میکنه. ما خب قسمت سرمایه گذاریمون خرید اون کالاها هست و این کالاها در قسمت سلامت توی هر خونه و خانواده‌ای میتونه استفاده بشه و کاربرد داره. این کمپانی که ما داریم باش کار میکنیم 50 سال هست که در بخش آفلاین و در قسمت فروش فعالیت داره و 8 سال هستش که قسمت آنلاین رو راه اندازی کرده و با یک بیزنس پلن 8 ساله داره قسمت آنلاین رو پشتیبانی میکنه. اگر که حالا عزیزان دیگه مایل باشن که صحبت کنن و قسمت‌های دیگر رو توضیح بدم ممنون میشم. پریناز جون بفرمایید، شما لطف کنید برامون بیشتر توضیح بدید. بله، بیزینس ما قانونی هستش به خاطر اینکه عزیزان یا افرادی که میخوان وارد این بیزینس بشن باید مینیمم 18 سال سن داشته باشن و اینکه در کشوری که هستن باید اجازه کار داشته باشن، اجازه اقامت داشته باشن، حالا یا به صورت پاسپورت، ویزا، ولی ویزایی باشه که اجازه کار داشته باشن. و این بیزینس از 18 سال ما داریم، یعنی همکارایی داریم که از 18 سال هستن تا 65 سال و هیچ محدودیت سنی نداره، هیچ مهارت خاصی احتیاج ندارن و فقط مختص یک گروه خاصی نیستش. ما دانشجو داریم، به صورت کاپل داریم، زن و شوهر داریم، مادر، آقایونی هستن که تو این بیزینس هستن و همه ویلکام هستن. یعنی واقعا واقعیتش اینه که هیچ محدودیتی، هیچ حد و مرزی نداره واسه انجام دادن و شروع این بیزینس. و دلیلی که میگیم قانونی هستش، وقتی که شما وارد این بیزینس بخوایم بشین، اولین چیزی که از شما سوال میکنن یک بیزینس آیدی معتبر هست از شما و این خودش یکی از دلایل قانونی بودن و معتبر بودنش هستش. 100% تو خیلی از بیزینس مدل‌های دیگه ما دیدیم، مثلا حالا این مدل‌های کریپتوکارنسی و اینا اصلا از شما نمیپرسن شما کارت معتبری داری یا نه، مثلا یه آیدی ارائه بده، چیزی ازت نمیخوان، نه شما اونا رو میشناسید نه اونا نیاز دارن شما رو بشناسن چون قضیه تو بالا بکشن. فرناز جون عزیزم شما راجع به مالیاتش خواهش می‌کنم. این بیزینس قانونیه، بنابراین در آخر سال باید مالیات اون درآمد این بیزینس باید پرداخت بشه به اداره مالیات.
حالا داشتن بیزینس چه منفعتی، چه کمکی میتونه به پرداخت مالیات کمتر بکنه؟ وقتی که ما در واقع اینجا امپلویی هستیم و به طور کارمند هستیم که حالا پیرولی که به ما پرداخت میشه، حالا هر 2 هفته، حالا هر ماه یه مبلغ تکسی از این که هر ماه داره ازش کم میشه. در آخر سال وقتی که ما میخوایم در آخر سال که سال مالی که میشه، حالا اون کارفرما، حالا من کانادا رو مثال میزنم، یه تیفوری به کارمندان میده که اون تیفور رو باید سابمیت کنم، باید در واقع اون تکسش رو کلکولیت میکنه مجدد، یا باید مازاد پرداخت بشه یا باید معمولا مازاد بیشتر پرداخت باید بکنه، یا اینی که در حالت خیلی خیلی کم که درآمد خیلی پایین باشه شما باید حالا مثلا ممکنه یه ریفاندی داشته باشید. حالا داشتن بیزینس چه کمکی میتونه بکنه؟ وقتی که ما بیزینس داریم، در واقع اونر هستیم، در این بیزینس در واقع شرکت مادر در آخر سال واسه همه ما که داریم کار میکنیم، توی کانادا من باز مثال میزنم، یک T4A به همه ما میده. وقتی که ما اون بخوایم در واقع مالیاتش رو اعلام کنیم، مالیاتش رو در واقع فایل کنیم، در واقع وقتی که بیزینس داریم ما میتونیم یک سری هزینه ها رو کلیم کنیم. ما وقتی که در واقع امپلویی هستیم فقط ما بر اساس اون تیفوری که کارفرما داده اونو میتونیم در واقع گزارش میکنیم و هیچ گونه هزینه‌ای نمیتونیم کلیم کنیم. ولی وقتی که ما بیزینس داریم، صاحب بیزینس هستیم، مقداری از هزینه هایی که مرتبط با اون بیزینس باشه رو میتونیم کلیم کنیم. به عنوان مثال مثل مثلا هزینه سلفون، هزینه اینترنت، هزینه ماشین، یا حتی هزینه همین چیز به سرمایه گذاری که ما میکنیم به عنوان استارتاپ کاست، میتونیم اینو هزینه هاشو اعلام کنیم و در واقع کردیت بگیریم و در واقع پولش برگردونده میشه. و خب این در واقع این در کل به معنی اینه که مالیات کمتری پرداخت میشه در کل و در واقع سیوینگ بیشتر، که خب این هم یه حسنه، یعنی و واقعا یعنی همه چی هرچی مالیات کمتری بدی بهتر. با اینکه مالیات بحث شیرینی هیچ وقت نبوده و نیست، ولی من میگم شیرینیش از این بابتی که قانونی بودن رو نشون میده. چون واقعا اگر که ما مالیات پرداخت میکنیم معنیش اینه که چیز قانونیه. شما کار غیر قانونی مثلا کسی که پول دزدی کرده که نمیره مالیات براش بده، که چون نمیتونه بره اعلامش بکنه. ولی وقتی شما میری یه چیزی رو به یه دولتی اعلام کنی و این درآمد داشتم، درآمد قانونی بوده که شما اعلام بکنی. نینا جون حالا بهمون بگو چرا قانونیه و هرمی نیست؟ تقریبا همه چی بچه‌ها گفتن، ولی خب منم یه سری چیزا رو کاملش میکنم. اینه که ما همش شروع میکنیم اینا که این بیزنس کاملا قانونیه. چرا؟ چون که بیزنس ما خیلی تفاوت ها داره با بیزنس های هرمی و خیلی هم افراد از همون میپرسن آیا ما شباهت داریم، آیا ما هم هرمی هستیم. ولی ما اینجا کاملا میایم بهتون این اطمینان رو میدیم که بیزنس ما کاملا قانونیه، به خاطر اینکه افرادی که بیزنس های هرمی رو انجام میدن دائما دنبال مجموعه گیری هستن، دنبال افراد هستن. ولی بیزنس ما اصلا اینطوری نیست که در آخر همه اینا رو توضیح میدم. اینکه بیزنس های هرمی هیچ محصول، هیچ خدماتی ندارن و صرفا ممکنه که یه کاغذی به شما بدن که هیچ ارزش خاصی نداره و هیچ کمکی بهتون نمیکنه و حتی خیلی هم در مواقع مختلف هم شده که اون فرد اصلا به هیچ درآمدی نرسیده و فقط پولش رو از دست داده. و اینکه همش باید دنبال زیر مجموعه گرفتن باشن و اون مجموعه ها وقتی که دارن مجموعه گیری میکنن باید کاملا با هم مساوی باشه و اگه اینها مساوی نباشن به هیچ درآمدی نمیرسن. و اینکه افرادی که در رأس این هرم ها قرار دارن درآمدشون فوق العاده بالا هستش و به اون پایینی ها هیچی نمیرسه. و بیزینس ما کاملا متفاوت تره، به خاطر اینکه وقتی که ما شروع میکنیم به آموزش دیدن و یادگیری، همچنین یاد میگیریم که چطوری به افراد این بیزینس رو یاد بدیم.
و این یه مهارت خیلی قشنگه و به نظر من مهارتی که یاد میگیریم همون مهارت دیجیتال مارکتینگ هستش. یاد میگیریم چطوری کار تبلیغات رو انجام بدیم، بازاریابی رو انجام بدیم و اینکه کمپین ران میکنیم و افراد از طریق تبلیغات ما از بیزینس ما خوششون میاد، مشتاق میشن و اونها هستن که بهمون درخواست میدن و ما برشون اطلاعات رو برشون میفرستیم. و اینکه ما هم خدمات داریم هم محصول داریم. خدمات همون آموزش مهارت دیجیتال مارکتینگ هستش و محصول هم که یه محصول کاملا پزشکی بهداشتی هستش که همه افراد در رنج سنی مختلف، چه نوزاد، چه خردسال، چه میانسال، چه مسن، میتونن ازش استفاده بکنن و واقعا فکر میکنم یکی از من تا حالا مدل بیزنس مدلمون رو تا حالا جایی ندیدم. حالا اگه کسی دیده بگه، ولی حس میکنم که دیگه کامل گفتم همه چی. عالی. آره عزیزم همه چی گفتی. همونطور که میگفتی من 2 تا مطلب رو یادم افتاد، اگر اجازه بدین اضافه کنم. یکی راجع به همین که فهمیدیم به درد همه میخوره. خب این محصول علی جان گفتن یه کمپانی ژاپنی هستش و این کمپانی ژاپنی این محصول مدیکال گرید رو توی بیمارستان‌های خودش استفاده میکنه. حالا بعضی از آن ممکنه میگن خب چرا ژاپن فقط استفاده میکنه، کشورهای دیگه استفاده نمیکنن؟ متاسفانه برمیگرده به اون سیاست‌های سرمایه‌داری دیگه. چرا؟ چون خب شرکت ژاپن، کشور ژاپن این کمپانی مال خودشه، ولی خب خیلی از کشورهای دیگه این قبول رو نمی‌کنن، مخصوصا که اون کشورها شرکت‌های داروسازی بزرگی داشته باشن، چون صرفشون به این هستش که دارو بفروشن تا صرفشون به این باشه که این دستگاه رو تو بیمارستانشون نصب کنن و بیمارا رو بتونن با محصولی که حالا به نسبت اون دوا و درمان اگه بخوای در نظر بگیری هم بدون درد کاملا و هم که هزینه کمتری داره. دلیلش این هستش. اینو می‌خواستم اضافه بکنم و اینکه همینطور که لینا جون گفتن توی بحث هرمی اونی که تاپ نشسته همیشه بیشترین درآمد داره، ولی ما توی این بیزینس افرادی داریم که 1 سال شروع کردن، شاید حتی تو دوره کمتری، بستگی به خب اون تلاش خودتون داره و خیلی راحت بعد از شروع 1 سال یا کمتر، حالا تو مواردی هم بیشتر، اون فردی رو که به عنوان حالا ما میگیم بالا سرشون هستش، یعنی حالا به عنوان منتورشون بوده، کوچشون بوده، وارد شدن رو کات میکنن، یعنی تمام کمیشنی که از فروش هستش نصیب خودشون میشن با استفاده از استراتژی خیلی خاص که به عنوان یک اختراع ثبت شده این کمپانی برای خودش ثبت کرده، میتونن همه اون کامیشن رو درا کنن برن و دیگه اون سیستم سرمایه‌داری اینجا چی نمیکنه، صدق نمیکنه، یعنی اون که بالا نشسته همیشه بیشترین درآمد رو داشته باشه. خب منم یه کوچولو اگر اجازه بدین راجع MLM توضیح بدم، چون خیلی از عزیزان میگن که حالا دیگه از هرمی دست برداشتن، میگن این سیستم MLM هستش، سیستم شبکه‌ای هستش، سوالات این چنینی. خب ما اگر راستش رو بخواین MLM هستیم و من میخوام با افتخار بگم که چرا بیزینسی رو که میشه گروهی بالا برد چرا تکی بخوای بالا ببری. یعنی چی؟ یعنی ما مثل اون سیستم MLM اعضای گروه داریم که با هم دیگه کمک میکنیم و بیزینس رو با هم دیگه رشد میدیم. ضمن اینکه این رشد میتونه به صورت ارزی باشه، نیاز نیستش که حتما میگم اون شخصی که بالاتره پیشرفت بیشتری داشته باشه. ولی بازم نکته مهم اینجا هستش که ضمن اینکه شما میتونید به صورت کاملا آفلاین کار بکنید و این محصولی رو که دارید اگر دوست داشته باشید، ما محصول رو پرزنت نمی‌کنیم و اگه دوست داشته باشید به عنوان یوزر به افراد بفروشید، میتونید به افراد بیزینس مدل رو در کنار محصول بفروشید که بیشتر افراد مشتاق هستن این روش رو داشته باشن. چرا؟ چون هم از منافع دستگاه استفاده میکنن و هم on top of that یه منبع درآمدزایی به خونشون میارن، منبع درآمدزایی که به عنوان پلن B هستش و بعدا میتونه بشه پلن A. ولی کلا چه فرقی داره با اون MLMی که شاید میتونم بگم یه مقدار مورد پسند افراد نبوده؟ چرا؟ به خیلی دلایل. دلیل اولش اینه که شما توی سیستم‌های MLM اون آیدی که میگیری که به عنوان عضو اون مجموعه حساب میشی مادام العمر نیستش، ولی توی این بیزینس مادام العمر. شما اونو میتونی منتقلش کنی به سایر اعضای خانواده‌ات، یعنی مثلا بعد از فوت شما دور از جون یا حتی در حالتی که زنده هستید میتونید بچه‌هاتون رو توی این بیزینس وارد بکنید. یه بحث دیگه ای هستش، فی ماهیانه‌ای نداره. ما توی این بیزینس $149 که میدن برای کلی چیز از آموزش و از وبسایت، پشتیبانی وبسایت، اینا همه شامل میشه، ولی این قرار نیستش که ماهی یه بار یا حتی سال یه بار یا 10 سال یه بار تمدید بشه، هزینه‌ای نداره. بعد ما رو مجبور نمی‌کنن که حتما باید یه فروش ماهیانه ثابتی داشته باشیم. اگر اون فروش رو نداشته باشیم نمیتونیم ممبرشیپمون رو حفظ بکنیم، عضویتمون رو حفظ بکنیم. آزاد هستیم. یه نفر میتونه ماهی $20,000 فروش داشته باشه، یه نفر ماهی 1000 تا داشته باشه، یه نفر بیشتر. اینم باز دست خودمون است. و اینکه خرید همینطور تو سیستم‌های MLM شما باید محصولی رو حتما ماهیانه از خود کمپانی بخری و اونم باز یه مثلا
سقفی داره یا یه تقریبا میشه گفت یه کفی داره. مثلا شما میگن بالفرض ماهیانه باید $1000 از خود کمپانی خرید کنید که اونم تو سیستم ما وجود نداره. مجبور نیستید که اصلا محصولی رو حتما خریداری بکنید. بعضیا با همون سرمایه‌گذاری اولیه پیش میرن، بعضیا دوست دارن در طول مسیر سرمایه‌گذاریشون رو تقویت میکنن. و در آخر یه مسئله دیگه هم هستش، ما جزء دایرکت سیلز اسوسییشن هستیم، یعنی ما محصولاتمون به صورت مستقیم هم فروش میره. همونطور که نینا جون گفتن نیاز به عضوگیری نداریم. این فقط در صورتی هستش که افراد تمایل داشته باشن این بیزینس رو به عنوان یه بیزینس بهش نگاه کنن، این محصول رو به عنوان یه بیزینس بهش نگاه کنن. اگر بخوام فقط از منافع خود دستگاه استفاده بکنن، خب هیچی. و ببخشید یه خیلی مهمه دیگه، دیرنگ نمیشیم. یعنی شما وقتی به یه مرحله و یه رتبه تو این بیزینس میرسی، اگر که به هر دلیلی، دلایل خانوادگی، شخصی، روحی، روانی، هر چیزی دلت نخواست یه مدت بیزینس رو انجام بدی و گذاشتی کنار، برگشتی، کسی به شما نمیگه شما باید بری از سر خط شروع بکنی. میتونی بیزینس رو از همونجا که گذاشتی برداری و ادامه بدی. به هر حال این فکر میکنم دلایل همشون کافی و وافی بودش. اگر عزیزان چیز دیگه میخوان اضافه کنن اضافه کنیم، در غیر این صورت لایومون رو خیلی طولانی نکنیم. من میخواستم حتما بفرمایید. خواهش میکنم. من میخواستم بگم که اگر که این بیزینس قانونی نبود، توی امریکا، اروپا، کانادا به هیچ عنوان اجازه نمیدادن که فعالیت داشته باشه و مایی که اینجا هستیم، ماها همه آدمای واقعی هستیم، زندگیای ما رو میبینیم و تعداد ما روز به روز داره بیشتر میشه. همینطوری که امروز روزی که ما 5 تا اینجا هستیم، تعداد ما شده 209,000 نفر. در نتیجه اینم یکی دیگه از نشونه‌های قانونی بودنشه و تعدادش که اینقدر هر روز داره رشد میکنه. دقیقاً. و از دیگر نشونه‌های قانونی بودن میتونه این باشه که خب همونجوری که میدونید الان کشور عزیز ما داره با یک سری تحریم‌ها دست و پنجه نرم میکنه. خیلی از بانک‌های جهانی، شرکت‌های جهانی متاسفانه نمیتونن با کشورمون هیچ مراوده مالی داشته باشن و از جمله همین کمپانی که ما داریم باش کار میکنیم و این بیزنس پلن از کشور ایران و افغانستان به دلیل همین تحریم‌های اقتصادی قابل انجام نیست. پس این یک نشونه دیگه‌ایه که نشون میده این سیستم، این کمپانی کاملا قانونیه و کارشو داره قانونی انجام میده و حاضر نیست تحت هیچ شرایطی این تحریم‌ها رو دور بزنه و یا کار غیر قانونی انجام. دقیقاً همینطور. پریناز یه چیزی گفت. پریناز جون، همونطور که 209,000 نفر خیلی عدد بزرگی هستش برای افرادی که علاقه‌مند بودن این بیزنس رو شروع کنن، ولی یه مسئله هم فراموش نکنیم، اگر غیر قانونی بود خیلی بیشتر از این شاید میتونستن عضوگیری بکنن. میدونید مجموعه بزرگتر از این میشد، چون هیچ حساب کتاب کنترلی روش نبود. خب ما حساب کتاب کنترل داریم. یه فردی که وارد میشه میگیم میخوای بری وارد مرحله آزمایشی بشی، باید اول هویت خودت ثابت کنی. چجوری هویت ثابت کنی؟ بعد مشخصه شما یه کردیت کارتی داری، با یه کمپانی ثبت شده هستی و حالا به شب محصول میخرن و بعد قرارداد و چیزهای دیگه. فرناز جون، نینا جون، شما چیزی نمیخواید اضافه بکنید؟ نه تقریبا شما همه چی رو کامل کردید دیگه. از شما یکی از شما دو تا عزیز لطف کنید کال تو اکشن رو برامون بگید. چشم حتما. دوستان عزیزی که ما رو دارین الان لایومون رو تماشا میکنین یا قراره که توی آینده این ویدیو رو تماشا بکنین، ما تک تکمون توی بایو پیجمون وبسایتمون موجود هستش. میتونین اونجا برین اسم و فامیلیتون رو بنویسین، ایمیلتون رو بنویسین و اطلاعات رو از طریق ایمیل دریافت بکنین، یا اینکه به ما پیام بدین توی دایرکت. حالا ما تو اپلیکیشن های مختلفی برنامه‌های مختلفی داریم، میتونین اونجا بهمون پیام بدین و با همون در ارتباط باشین تا اطلاعات بیزینس رو از طریق ما دریافت بکنید. عالی عالی عزیزم، متشکرم. روز شبتون خوش، مواظب خودتون خوبیاتون باشید. مرسی، خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید، بودید. زنده باشید. مرسی. خدا نگهدار. خدا نگهدار. من استریم رو ببندم با اجازهتون.